طالبان اکثر ناحیه‌های ولایت شمالی قندوز افغانستان را تحت نظارت قرار دادند. ارتش و گروه‌های نیمه نظامی صادق به دولت افغانستان کوشش دارند که پایتخت ولایت شهر قندوز را از ورود طالبان امن نگه دارند. بعد 20 سال عملیات بین المللی ضد تروریسم، نیروهای خارجی خاک افغانستان را ترک می کنند و طالبان با استفاده از وضعیت مناطق زیادی را اشغال نمودند. تنها در ولایت قندوز نزدیک به 12,000 نفر مجبور شدند که خانه و در خود را پرتافته از جنگ فرار کنند. مالای ما سوخته دیگه چیز میزی نیست. خانه کلکش غار و غرز. بدادر رایمی بالای سارم میزند از اون میخره، تیارم میزند از اون میخره، کلی دنیا میزند در فرق خانه میخره. دیگه از موش گرفتی مردکه چیز میزی نمونده. اینمی زیر اینمی کمپانی کنه، زیر اینمی چادری کنه، اینمی هفته و ششتگی سیم. هیچ مجلس شدم از امام صاحب، از بندر امام صاحب آمدیم. هیچ کمک برای ما نرسیده. کشنا اینمی چه در خواستیم. روز یکشنبه بعد یک برخورد وزنین مسلحانه با طالبان، سربازان واحدهای تعیینات خاص ارتش افغانستان با پاک نمودن قندهار از آشوبگران شروع نمودند. سالهای طولانی گروه‌های تعیینات خاص ارتش افغانستان با پشتیبانی سربازان امریکایی این گونه عملیات را پیش می بردند. ولی اکنون وضع تغییر یافت و آنها باید به عزم و اراده خود تکیه کنند. سربازان کوچه ها و خانه های دهه خان بابا را تفتیش می کنند. فرمانده واحد نظامی می گوید آوازه ها درباره حضور طالبان تصدیق نشدند. داخل بازم با مردم ولسوالی اطمینان میدیم که در این منطقه انشالله مشکل خاصی وجود نداره. یکی از سربازان می گوید طالبان دستاوردهایشان را از بودش زیاد نشان می دهند. هیچ مشکل نیست. مشکل نیست. به ما باور کنید. حکومت افغانستان میخواد دشمن را از شهرها و ناحیه‌های از حساب ترس و ترغیبات بر دروغ اشغال نمودش اخراج کند. ما منطقه را پاک کردیم. در این برخورد هر دو طرف تلفات داشتند. وزارت مدافع افغانستان میگوید روزهای اخیر کمش 26 طالب سلاح به دست کشته شد.